سلام دوستان عزیز، من پاییز هستم از چنل گادز هلپ. خیلی خوشحالم که میخوام در مورد مهمترین رازهای دنیا صحبت کنم. امروز میخوام با شما درباره چیزی صحبت کنم که شاید کوچیک به نظر برسه ولی قدرتی خارق‌العاده داره. شکرگزاری. شکرگزاری فقط گفتن مرسی نیست، بلکه یک نوع ارتباط عمیق با خدا و کائناته. هر لحظه که بابت چیزهای کوچک در زندگیتون قدردانی میکنید، انگار دریچه‌ای به سمت انرژی‌های مثبت باز میکنید. خداوند در دل هر لحظه از زندگیمون حضور داره. وقتی به خاطر داشته های کوچکمون شکر میکنیم، به خودمون یادآوری میکنیم که زندگی چقدر زیباست. و این شکرگزاری انرژی مثبت رو به تمام جنبه‌های زندگیتون سرازیر میکنه. از روابط گرفته تا کار، سلامتی و حتی موفقیت. مثل اینه که کائنات صدای شما رو میشنوه و برکت بیشتری بهتون میده. به صدای دلنشین طبیعت گوش کنید. پس بیا هر روز چند دقیقه رو به شکرگزاری اختصاص بدیم. بیاد یادمون باشه که حتی کوچکترین چیزها مثل صدای پرندگان یا لبخند یک دوست ارزشمند هستند. برای اینکه این انرژی رو به اطرافیانتون هم منتقل کنید، یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذارید. کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. دوستتون دارم.